رفقا، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز با یه ابزار هوش مصنوعی اومدیم که شعار اصلیش اینه که دیگه با کپی رایت خداحافظی کن. این هوش مصنوعی کارش چیه؟ اینه که میتونه هر چیزی رو که شما بهش بدید در کسری از ثانیه یه جوری براتون ریمیک کنه و دوباره بسازه که دیگه کپی رایت به اون حالت اصلیش نخوره. یعنی چی؟ یه مقاله علمی بهش میدید، براتون بازسازیش میکنه و مقاله خودتون رو تحویل میده. یه صفحه تبلیغاتی جذاب تو اینستاگرام میبینید، اونو بهش میدید، یه تبلیغ جذاب برای خودتون با محصول خودتون بهتون تحویل میده. بریم با هم دیگه این هوش مصنوعی رو بررسی کنیم. تا یادم نرفته لایک و ساب اپ ای رو فراموش نکنید. بریم تو سایت با هم یه دوری بزنیم. خب با هم دیگه بریم وارد توگان AI بشیم، ببینیم که سایتش چجوری کار میکنه و چی داره. با صفحه اصلی سایت رو با هم میبینیم. همین اول کار نوشته‌ای میبینیم که نوشته هر کانتنتی که هست رو به یه کانتنت اورجینال جدید تبدیل کن با استفاده از این ابزار هوش مصنوعی. اینجا خودشون یه ویدیو آموزشی کاری که انجام میدن و توضیح دادند. این ویدیو رو میتونید نگاه کنید، 2 دقیقه است. هر مدل کاری که داره و ما داریم توضیح میدیم و خود سازندگان سایت اومدن اینجا تو این ویدیو توضیح دادن. چند تا مثال آورده، یه مثال از یوتیوبش آورده، مثلا یه مثال از یک سایت، یه بلاگی آورده، یه مثال تبلیغاتی آورده. همونجوری که بهتون گفتم مثلا میشه حتی یه پیج فروشگاهی برای خودتون باشه که یه تبلیغی میخواید استفاده کنید، یه ایده کلی ازش دارید، میاد اینجا یه کانتنت خیلی عالی ازش تحویل میگیرید. یا نه، یه تبلیغ رو میبینید ازش خوشتون میاد، اون تبلیغ و لینکش براش میفرستید و یه کانتنت جدیدی رو ازش میگیرید و برای تبلیغ خودتون استفاده میکنید. مثل همین تبلیغ شامپویی که اینجا اومده، مثلا یه محتوا براش نوشته. برای توییت، برای لینکدین یا چیزای دیگه، خبرنامه اگه دارید کار میکنید و میتونید یه محتوای ارزشمندی به قولی تولید کنید، یا ادزای یوتیوب و توییتر دوباره و چیزای دیگه. منتها یه بدی بزرگی که برای ما داره برای استفاده از این سایت اینه که حالت فری حتی استفاده به حد چند اعتبار هم نداره و باید حتما پلنش یا اعتبارش رو خریداری بشه. حتی اینی که در واقع فری تریالی که بهت میده، حالت استفاده رایگانی که بهت میده، همین استفاده رایگان هم بسته به این مبلغیه که بتونی در سال بهشون پرداخت کنی و حالت رایگانی این استفاده نداره. و خب حالا میتونیم بیایم فضای کاربریش هم یه چک با هم بکنیم برای اینکه مثال واضحی بهتون ببینید که این سایت چجوری کار میکنه. همونجور که اول ویدیو گفتم، از همون کلیپی که خود سازنده ها داخلش قرار دادن استفاده کنید، اون رو نگاه کنید و به طور کامل متوجه میشید که باید چه پرامپی بهش بدید و چه خروجی بهتون تحویل میده. و کاربرداش هم که توی یوتیوب، توی خبرنامه، برای حالا توییتر و کاربردهای دیگه‌ای که میبینید توی صفحه کاربریتون هست، حتما استفاده کنید و اگه میتونید اکانتش رو تهیه کنید و واقعا به کار میاد برای تبلیغ، برای رشد یه بیزینسی که دارید، حالا چه کانال باشه، کانال خودتون باشه، بلاگری باشه یا فروشندگی، به کار میاد و میتونید که به اصطلاح رشدش رو تضمین کنید. با این به کار میاد و به اصطلاح میتونید رشدش رو خودتون متوجه بشید. چون که من دنبال مثال میگشتم برای طرز استفادهش. خب از کانال یوتیوب دیگه بود، میشد از اونها استفاده که منتها به خاطر قوانین کپی رایت نمیتونستیم استفاده کنیم. لینکاش اصلا خود این هوش مصنوعی تو یوتیوب هم سرچ کنید، کانال هایی هستن که اومدن کاربردش رو توضیح دادن و خب اونو اکانتش رو خریداری کرده بودن و خیلی مشخصا اینه که باعث رشد یه بیزینس یا یه کانال میشه و خیلی خیلی کمک دهنده است برای تولید محتوا. آقا توگن ای آی به نظرتون چجور بود و چجور کار کرد؟ حتما برامون کامنت کنید ببینید ارزشمند هست اصلا براتون یا نه. منتها فقط تنها بدی که داره اینه که باید حداقل پلنش رو خریداری کرد برای استفاده و خب این یه خورده کارو سخت میکنه. ولی خب محتوای خیلی خفنی و
ریمیک میکنه و بهتون میده، تبلیغ و محتوای جدید میتونید باش تولید کنید و برای خودتون شخصی سازیش کنید. خب به آخر ویدیو رسیدیم و امیدوارم که خوشتون اومده باشه و خیلی خوشحالم که با ما همراه بودید. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدارتون.